شما میدونید که در سال 2013 کلیسای کاتولیکی با درخواست کمیته سازمان ملل آید به حقوق انسان 10,000 پرونده، من عذر میخوام از مادران و از خواهران در اینجا نشستگی، از همه اشتراکچیان، 10,000 پرونده تجاوز کودکان نابالغ از طرف ملاهای مسیحی بررسی کرده شد. در کلیساها و در سازمان ملل کمیته دفاع از حقوق انسان بانگ خطر زد که این چی گپ است؟ 10,000 پرونده. پاپ واتیکان در جواب گفت که برادران، هر کس جنایت خودش کرده است، یگان دین گناهگار نیست، ولی وقتی که یک بدبخت یک جنایت را صادر کرد، در ما عادت کردن که زود در نام دین مبین اسلام یا حزب فلان یا محله فلان میچسبانند که فلان محله گناهگار است. نهضت اسلامی تاجیکستان، من این را با کمال مسئولیت میگم برادر عزیز، از بین همه